سلام بچه ها. امروز میخواییم با هم چند نمونه از تطابق‌های سوال‌های امتحان نهایی دین و زندگی رو با کتاب ماجرای 20 بررسی کنیم. به این سوال توجه کنید. اگر پیام این آیه رو خوب بلد باشید، به راحتی میتونید سوال 2 امتحان نهایی 1404 و همچنین سوال 8 کتاب ماجرای 20 خیلی سبز رو جواب بدید. در امتحان نهایی یک سوال درست و نادرست از متن کتاب درسی طرح شده بود که دانش آموزان معمولاً کمتر به این شکل سوال‌ها توجه می‌کنند، اما در کتاب ماجرای 20 همین نمونه سوال رو داشتیم. حالا همونطور که می‌بینید سوال 15 امتحان نهایی به صورت عبارت‌های درست و نادرست در کتاب ماجرای 20 عیناً مطرح شده و اینجا شباهت کلمه به کلمه سوال 24 امتحان نهایی 1404 رو می‌بینید با نهایی خرداد 1402. پس به مرور امتحان‌های نهایی گذشته که در کتاب‌های ماجرای 20 جمع‌آوری شدن اهمیت ویژه‌ای بدید. حالت 200 گرفتن ماجرا داره؟